عرض سلام خدمت استاد بزرگوارمون. خیلی خوش آمدین به این برنامه. خدمت شما عرض کنم که در ابتدای برنامه یه لطفی بفرمایید، خودتون رو معرفی بفرمایید به بینندگان عزیز مجموعه نیکول. با درود خدمت شما دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم امروز در کنار شما و بقیه دوستان هستم. امیدوارم بحث خوبی باشه. ناظمی هستم، دکتر مهندسی پوشاک، حدود 14 سال سابقه تدریس تو این حوزه، تو مهندسی پوشاک و لباس رو به طور خاص دارم، تو حوزه به طور خاص نرم افزارها و جدیداً هم عضو هیئت مدیره انجمن طراحان شدم از تاریخ فکر کنم 29 آذر 1403 تو دوره هفتم این انجمن طراحان هستم. خدمت حالا طراحان محترم ان شاءالله بتونیم کاری انجام بدیم و مفید باشیم. استاد، به نظر شما مهمترین تغییرات و نوآوری در صنعت نساجی ایران در سالهای اخیر چه بود؟ در صنعت نساجی کلا به نظر من توی صنعت، خب ما توی دوران چهارم صنعتی شدن قرار گرفتیم. بعضی میگن 4 و نیم داریم ورود به دنیای پنجم صنعتی شدن انجام میشه. این نظر شخصی هم هستش که بتونن صنعت از هوشمند شدن. حالا این هوشمند شدن الزاماً هوش مصنوعی منظورم نیست، حالا چون یه بحثی هست که الان جدیدا خیلی راه افتاده در ارتباط با هوش مصنوعی. این هوشمند شدن میتونه تو بخش مختلفی باشه، از خود محصول باشه، از تولید باشه و بازاریابی. این هوشمند شدن به صنعت داره کمک میکنه. در کلان من دارم میگم، تو کل دنیا میگم. قاعدتا اگه صنعت نساجی ما میخواد از این هوشمند شدن عقب نیفته، از این روند جهانی عقب نیفته، باید به فکر باشه. بعضی از دوستان دارن اقداماتی انجام میدن ولی خب کمه به نظر من، با توجه به مشکلاتی که ما الان بیشتر مشکلات روزمره درگیر هستیم تو صنعت نساجی تا مشکلات کلانتر بخوایم راجبش فکر کنیم. اگر اینو بتونیم انجام بدیم میتونیم یه قدم مثبت برداریم. من داشتم چند وقت پیش یه حالا مقاله یا مطلبی نگاه می‌کردم، پیچ‌های مختلفی داشت این صنعتی شدن. خب دوره چهارمی پیچ یک اون زمانی بود بخار رو به مکانیکی تبدیل کردن، تو قرن 17 هم 18 هم بوده اشتباه نکنم. بعد اومدیم جلوتر، تو پیچ دوم انرژی الکتریکی استفاده کردن، قرن 20 اوایل قرن 20. تو پیچ سوم از اتوماسیون استفاده کردن، کامپیوتر، تو دهه 80 میلادی. خیلی از کشورها تو این پیچا تونستن خودشون رو این عقب افتادگی تکنولوژی جبران کنن. مثل کره تو پیچ سوم این عقب افتادگی رو جبران کرد. این پیچه که الان ما داریم قرار گرفتیم، حالا به نظر شخصی من اگر کشورها بتونن یا اون ملت‌ها بتونن این عقب افتادگیشون رو جبران کنن، میتونن به اون کشورهای دیگه نزدیک بشن یا همرده اونا بشن. اگر نتونن، این پیشبینیه، این اختلاف خیلی زیاد میشه که اونجاست دیگه این جبران کردنه سخت میشه. امیدوارم که ما بتونیم از این هم فرصت هم سخت تهدید دیگه بتونیم استفاده کنیم. ولی خب عملا میبینیم با توجه به شرایطی که وجود داره بیشتر ما درگیر مسائل روزانه هستیم، مثل قطعی برق، نمیدونم گاز و غیره. چون الان من داشتم با یکی کارخونه داره صحبت میکردم تو شرکت صنعتی 3 روز قطع برق و غیره. حالا دیگه ما نمیرسیم به اون متاسفانه به اون چیزا فکر کنیم. بله، خدمت شما عرض کنم استاد، الان در صنعت نساجی از نظر من ایران عقب‌گرده. یعنی ایران کشوری نبوده که بیاد بخواد به کشورهای دیگه برسه. ایران قطب نساجی بوده، ولی ما الان میبینیم که اون قطب نساجی روی کرده به عقب داره. این رو چه بکنیم؟ ببین، من این هم موافقم با شما، عقب گرد داشتیم نسبت به کی. این زمانش خیلی مهمه. توی به طور خاص 40 سال گذشته، یعنی ما بخوایم مقایسه کنیم، مثلا ما صادراتی که داشتیم توی 40 سال گذشته، حتی تو دهه 90 میلادی، ما به اروپا صادر میکردیم. حالا خیلی دور هم نریم که وضعیت هم اقتصادیمون بهتر بود، هم وضعیت کلان بهتر بود. تو این بازه زمانی اتفاقاتی که میفته، صنعت نساجی از بقیه جامعه‌مون جدا نیست. درست. ما توی بقیه بخشامون اتفاق تکرار شده. وقتی که شما توی کلان همه جا این مشکلات رو داری، این مشکلات حالا هممون
من داشتم با اسنپ می اومدم، خیلی دوستان لطف کرده بودن و داشتم درد دل راننده رو تا اینجا گوش میکردم. از یه راننده اسنپی که داشتیم می اومدیم تا اینجا داشتیم صحبتاشو میشنیدم، همش مشکلات حالا روزمره‌ای که از خودرویی که داره زیر پاش، از ترافیک و غیره. یعنی اینو میخوام به این قضیه از این جهت نگاه کنم. ما تو همه زمینه‌ها مشکلات رو داریم. تو صنعت نساجی به دلیل اینکه ما قبلا صادرکننده پوشاک بودیم و پارچه بودیم، الان این حجم صادراتمون اومده پایین و یا به نوع کشورهایی که صادرکننده بودیم، ما سوئیس، آلمان، کشور غربی صادر می‌کردیم. الان این برعکس شده، ما به اون کشورها عملا امکانش رو نداریم. این احساس بیشتره، احساس عدم پیشرفت و توسعه یا عقبگردی که شما گفتین بیشتر میشه. استاد دلیل عدم صادراتمون چیه؟ حالا نمیدونم شما چقدر میتونید این مسائل رو باز کنین. خب اولین ما ارتباط با دنیا داشته باشیم دیگه، این چیز ساده ایه. یعنی الان اگر ما با دنیا ارتباط داشته باشیم الان میتونیم صادر کننده باشیم ببینید در شما صنعت همیشه وقتی پارچه؟ میخوایم یه چیز جزئیات زیاد، عوامل مختلفه. یه عامل درصد ضریب بیشتری داره نسبت به عوامل دیگه. خب الان اولش پارچه ما استانداردش رو میگیره برای صادرات؟ اصلا مشکلات صادرات رو بعدا صحبت میکنیم. امروز پارچه ایران که تو صنعت نساجی قطبی امروز بوده، همین الان که داریم صحبت میکنیم ما استاندارد لازم برای صادرات رو داریم؟ میتونیم بگیریم، مشکل نداریم. فقط مشکلمون چیه؟ اولین یعنی تولید پارچه ما رو امروز کشور آلمان خریداره؟ همین الان ممکنه نه، ولی ما این یه چرا؟ رونده، یه رونده. ببین من داشتم چند وقت پیش یه آمار بانک جهانی رو داشتم نگاه میکردم بین سالهای مختلف. همین آماری که خدمت شما دارم میگم از همونجاست. میفهم. بانک جهانی داشت میزان صادرات ما تو صنعت پوشاک و حالا لباس و پارچه، این داشتیم نگاه میکردیم تو سال 94 95، خیلی هم عقب نمیرم. ما لیست کشورها رو من داشتم نگاه میکردم. ما به سوئیس داشتیم صادر میکردیم، به آلمان و غیره، به کشور اروپای غربی. سال 2017 یا 18 بود، اگه حالا باید آمارش رو دقیق نگاه کنم، حالا اینو باید می‌آوردم سیستمم اینا رو چک می‌کردیم. ولی 2018 بود اگه اشتباه نکنم که داشتیم بررسی می‌کردیم. تو سال 2018 کشورهایی که ما داشتیم صادر می‌کردیم بیشتر کجا بود؟ افغانستان، عراق، تازه قبل طالبان بود. افغانستان و عراق و ارمنستان و این کشورهای اطراف بود. حالا حالا از این چه نتیجه میخوام بگیرم ما عوض شدن صادراتمون؟ خب شما وقتی بازارت میخواد بره افغانستان، لازمش چیه؟ بر اساس نیاز اونا تولید کنی دیگه. بله. شما نمیتونی بر اساس نیازهای اروپایی که حاضره برای لباس $100 خب نه، پرداخت ما اگر کنه. مشکل صادرات داشته باشیم که به افغانستان و آلمان دیگه فرقی نمیکنه که. خب نه، فرقش اینه که کیفیتی که مد نظر اون افغانی ما هست. امروز یک مشکل صادرات داریم، اون درست. من میگم مشکل صادرات امروز برطرف شد. ما امروز استاندارد لازم برای صادرات رو این میتونیم به مرور بگیریم. به وجود میاد. یعنی وقتی که من رفتم تو بازار آلمان، رفتم تو بازار اروپا، اونجا درست. یه استانداردی برای من تعریف میکنه. 2 بار که پارچم برگشت خورد، مجبور میشم اون استاندارد اون رو رعایت کنم. اگر نکنم از ماشینالاتش رو حذف میشم. داریم. همین یه نکتهش هم همینه دیگه. ما ماشینالات نصف و نیمه دار. من کارخونه الان میتونم ببرم شما رو که اکثر ماشینالات 2018 19 به بالاست. درست. یعنی آخرین تکنولوژی آلمان رو آورده اکثریت ماشیناتش. و پارچه‌ای که داره میبافه و رنگ میکنه و کارش رو انجام میده، جزو پارچه من خود به شخصه میتونم، از دوستان خیلی خوب ما هم هستن، حالا اسمشو اینجا نمیارم شاید درست نباشه، ولی کیفیت کارشون خوبه. ولی عملا صادرات به اون شکل ندارن، بیشتر تامین کننده بازار داخل شدن. وقتی که شما این دریچه باز بشه، ناخودآگاه مجبور میشه خودتو به اون استاندارد نزدیک کنی، و اگر مشکل ماشینالات داشته باشی، خب بالاخره این ارتباط دیگه، ما یه چیزی کم داریم باید بگیریم. ما وارد این حلقه باید بشیم. یه حلقه است، بله. یه زنجیره است. ما وارد این زنجیره الان نیستیم. در نتیجه وقتی نیستیم این مشکلات هم به وجود چرا میاد. از زنجیره خارج شدیم؟ خب بیشتر مسائل سیاسیه دیگه. ما نمیتونیم مسائل سیاسی و اینجا راجبش فکر کنیم، تصمیم گیری کنیم. شاید بتونیم راجبش فکر کنیم
یا در واقع راجبش آخه صحبت کنیم؟ من اگه امروز بخوام یه واحد تولیدی، یه کارخونه نساجی خوب اینجا دایر کنم، برقرار کنم، دلیلی بر سیاست نداره. یعنی سیاست اونو الان شما میخوای برین ماشینتون رو وارد کنید، ماشین بله. چند. خب الان قانون برای شما میذارن که ماشینالاتو نمیتونی وارد کنی چرا؟ به دلیل که خود وزارت صنعت تصمیم گیری میکنه. حالا دلیلش رو من نمیدونم، به دلیل ارز، مشکل ارزی ممکنه ما داشته باشیم. الان من یکی از دوستانم تولید کننده پوشاک بود، چند وقت پیش باهاش داشتم صحبت میکردم، یه ماشین بافندگی میخواستم وارد کنن، تازه دست دو ترکی، یعنی از ترکیه برن یه ماشین دست دو رو وارد کنن. اونا هم بهشون کمه اجازه میدونین که استوکای چینه دیگه، یعنی حالا اون در استوک چین، اصطلاح پیکولاهای چینه. حالا چین یا بعضیشون آلمانی استفاده، حالا اونو دقیق نمیدونم کدومش بود، درست میفرمایین. ولی نکتهش اینه که ارز نداشتن، چون شما وقتی که میخوای وارد کنی در اون سطح باید ارز تامین بشه، ارز نمیتونستن براشون تامین کنن. حالا ما میگیم که اون مسئله ارزی قابل حله توی فضای کسب و کار. ببینید ما امروز مواد اولیه نداریم. مواد اولیه یه بخش، یعنی یه کارخونه بافندگی، یه کارخونه ریسندگی میخواد یه پارچه‌ای رو ببافه. این یک بار نخ فلان شرکت رو میگیره واسه فلان شهره، دفعه بعد نخ رو از یه شهر دیگه میگیره، چون هر سری هم اینا اکثرا بدهکارن دیگه، به این نخ فروش بدهکاره، به این نخ فروش بدهکاره. یه کارخونه تو طول سال یه پارچه ساده رو تک محصولی میبافه، هر چله کشیش با چله کشی بعد فرقشه، هر تکمیلش با تکمیل بعدی فرقشه. چرا ما اینها رو کارشون رو هموار نمی کنیم؟ اتفاقا بحث هوشمندسازی یکی از جاهاش همینه. این که ما میگیم هوش مصنوعی، نه الزاما این که مثلا یه تصور عمومی وجود اومده از هوش مصنوعی که یه نفر یا یک الگوریتمی که میاد برای ما باش صحبت میکنیم، همش این نیست. یکی از کارهایی که میشه انجام داد، این بعد یه هاب ایجاد بشه، نتورک، یه شبکه ایجاد بشه که همه رو بتونه به هم وصل کنه. منه که دنبال رنگرزم، اون یک دوستی که دنبال بافنده است، دوستی که دنبال نخه و نخهای با کیفیت‌های متفاوت، اینا رو بتونه به اون الگوریتمه سریع به هم وصل کنه. حالا اصلا ممکنه تو ایران نباشه، توی جای دیگه دنیا باشه. خیلی از الان داشتم نگاه می‌کردم، خیلی از شرکت‌های برنامه نویسی رفتن دنبال این موضوع که توی دنیا، نه سطح ایران، شما بتونی افراد رو یه هاب ایجاد کنن، بتونن افراد با قابلیت‌های مختلف رو به هم وصل کنن. خب این یکی از مشکلات دیگه. قدیم میگفتن کی موفق داره؟ کسی که دفترچه تلفن قوی داشته باشه، آدمای بیشتری بشناسه. این هوشمند شدنه دیگه اینجا به ما میتونه کمک کنه. دیگه الزاما من نوعی که مثلا 20 نفر رو میشناسم دیگه موفق‌تر نمیشم. هر کسی که بتونه اون الگوریتم رو داشته باشه، دسترسی به اون الگوریتم داشته باشه، موفق‌تر میشه. چرا اون بهش آدم‌های بیشتری معرفی میکنه و براش مفیدتر میشه. اینجاست اون مشکل ما. خب الان من یه سوال نیمچه تخصصی پارچه از شما بپرسم. الان برای مصرف پارچه در ایران برای بافت ما احتیاج به نخ هندی داریم. میدونید که نخ هندی نخ مرغوب و مقاوم و بسیار عالیه. چرا نمیتونیم؟ چرا دسترسی ندارن واحدهای تولیدی ما؟ چرا حالا اینو که این از این جهت تخصصی شاید تو حیطه کاری من نباشه، بیشتر به وزارت سمت برمیگرده، چون این مشکلاتی که یکی از مواد اولیه است دیگه. یه واحد اصلا تولیدی مشکل مواد اولیه رو احتیاج به اینه که آقا شماره یک یه نخ رو بخواد وارد کنه که اون رو ببره تو پروسه بافت. چرا ما دسترسی به اون نخ نداریم؟ نخه هستا، ورودش هم هستا، ما دسترسی بهش نداریم. واحد تولیدیه نمیتونه اون رو بیاره، اما فلان نهاد اون رو میاره. این چرا این اتفاق میفته؟ بخوایم راجبش بحث کنیم. ببینید هر جایی که انحصار به وجود میاد، حالا من نمیدونم راجب این موضوع خاص کدوم نهاد و کجا این ببین ما هم بحث کلی نمیدونیم. می‌بینیم. سوالایی که داریم من پشت سر بحث هم کلی می‌کنم، یه میپرسیم. بحث کلیه. هر جایی که انحصار به وجود بیاد، خب کار سخت میشه. شما وقتی که مسیر رو آزاد بذاری، خلاقیت هم بیشتر میشه. بحث همین بود دیگه. بحث اینه که شما اجازه بدی افراد با توانایی مختلف کارشون رو انجام بدن. نهاد حاکمیت و دولت بیشتر بحث در واقع
قوانینی بذارد که در جهت تسریع این کسب و کار به وجود بیاد. این ما انتظاری که از اون سیستم حالا وزارت سمت و هر جای دیگه که این قوانین رو میذاره و داره اجرا میکنه، از اون نهاد و اون سیستم این انتظار وجود داره. در نتیجه این مشکلاتی که شما میفرمایید بیشتر بحثای قوانینی میشه، بحثای این که چرا انحصار یه جا به وجود اومده، که اینا نیازمند یه تصمیم کلانتره توی همه حوزه ها، نه فقط نساجی. تازه نساجی به مراتب به نظر من کمتر این چالش، تو بعضی حوزه‌های دیگه این چالش بیشتره. حالا ما ورود پیدا نمی‌کنیم به اون حوزه. هر چقدر ما این محدودیت رو کمتر کنیم، قاعدتا صنعتمون راحت‌تر میتونه کار کنه. چون شما این نوعی که دارین کار میکنین تو این حوزه، به منابع بیشتری دسترسی پیدا میکنین، ارزونتر دستت میفته اون کالا و راحت‌تر تولید میکنیم، مصرف کننده هم راضی تر میشه. الان ببینین سوالمون از اینجا شروع شد. ما صنعت نساجی ایران قطبی بوده در دنیا. ما امروز نفر آخر این مجموعه. چرا داریم به اینجا کشیده میشیم؟ چرا هر روز وارداتمون داره بیشتر میشه و تولیدمون کمتر، اگر هم هست بیکیفیت، و صادراتمون صفر در این صنعت؟ میخوایم حالا این به صورت، چون ما یه تحقیق علمی نکردیم، میشه در واقع برآورد شخصی. من حالا برآوردهای شخصی خودمو میگم. یک، اون چالش عدم ورود به اون زنجیره، از دید من زنجیره جهانی که ما تو واردات و صادرات بتونیم کار کنیم. دو، مسئله تکنولوژی که به اون ربط پیدا میکنه به اون چالش اولیه، مشکل تکنولوژی که ما تو ایران تو همه جا باش به وجود اومده. بحثای حالا انرژی و غیره که به وجود اومده داخل ایران. چهار، به نظرم شاید از عوامل دیگه مهمتره، بخش نیرو انسانی مونه. ما نیرو انسانی خیلی خوبی داریم داخل ایران، بله. ولی بهش بها ندادیم. این عدم بها باعث یه حجم مهاجرتی شده، عدم آموزشی که ما به نیروی انسانی درست نمیدیم در واقع. اینا رو ما لیستی که میشه انجام داد. حالا این که میتونیم راجبش بعداً به صورت علمی یه تحقیق انجام بشه که ضریب تاثیر هر کدومش چقدره. ضریب تاثیر اون بحثی که عدم ورود ما با چرخه جهانی چقدر تاثیر میذاره، اون نوساناتی که دلار داره، بحث‌های اقتصادی چقدر تاثیر میذاره، نیرو انسانی چقدر تاثیر میذاره. اینا رو باید بشینیم به صورت یک تحقیق علمی بحث کنیم، اونجا بتونیم یه عدد دقیق به شما بگیم. ولی اینا میشه لیست کرد. تورم، مشکل انرژی، مشکل مواد اولیه‌مون هستش، مشکل تکنولوژیمون هستش، مشکل چرخه جهانی هستش و نیرو انسانی. اینا مواردی که واضح هم هستش. استاد، ما هر جا یه مشکلی داریم میایم مشکل رو حل کنیم، مشکل اول حل کردیم میبینیم مشکل دوم چه هست، مشکل دوم رو حل میکنیم، مشکل سوم. امروز میخوایم نخ رو تهیه کنیم، ورودش رو میبینیم مشکل داره، ورودش رو حل میکنیم، نحوه ارزش رو میبینیم مشکل داره، نحوه ارز رو حل میکنیم، میرسیم اینجا میبینیم که خب نخ حالا وارد کردیم، حالا گمرکات ما اینجا آزاد نمیکنن. چه باید کرد تو صنعت نساجی؟ ما الان کارخونه های خیلی خوب و قدیمی که از زمان پدری هممون یادمونه که پدران ما پارچه های این کارخونه رو حداقل تنشون کردن. الان اون کارخونه ها وجود خارجی ندارن. ما در منطقه آذربایجان سراباف رو داشتیم، نساجی مازندران، فاستونی مقدم، برک گیلان، رشت. اینا چه میکنن؟ حالا اینی که شما میگی مشکل از کجا، اینایی همه من نتیجه گیری از صحبت‌های شما. ایرانی هنرمنده ها، ما با اقل من امکانات با عنوان مخاطبی که نشستم کنار دارم این بحث رو مثلا پشت حالا دستگاه تلویزیون یا هر وسیله‌ای دارم گوش میکنم. هر کسی مخاطبی که داشت گوش میکرد به حرفای شما، خب دقیقا همه حرفای شما یه مخاطب داشت. ورود بیش از اندازه دولت و حاکمیتی به مباحثی که نباید ورود پیدا کنه. درست. ببینید همون حرف شما درسته، یعنی میایم درست کنی، یعنی حاکمیت یا دولت میاد یه جایی درست میکنه، گمرک انقدر بشه، خودش دوباره مشکل ساز میشه. من به شخص این اعتقادمه. چجوری میتونیم درست کنیم؟ اقتصاد بازار آزاد. این بازار آزاد بذاریم.
اگر ما بازار آزاد، خود این بازار خودش رو بالانس میکنه. کی میخوایم آزاد بذاریم؟ به قیمت نابود. ما من الان که دیگه دست واحد من نیستش، دولت باید تصمیم آره، بگیره. ما الان چون واحد تولیدی دیگه نداریم که اصلا این نابود آزادشون بذاریم چیکار کنن دیگه؟ اصلا امروز آزاد کردیم، چیکار بکنن اینا؟ تموم شدن اینها. صنعت من نساجی موافقم با شما، ولی راه این حلش چیه؟ راه حلش این کلان سیاسیه. یه راه حل سیاسی میخواد که اون حاکمیت و دولت تصمیم بگیره اقتصاد آزاد، بازار آزاد بذاره. اقتصاد بازار آزاد یه سری زیر ساختایی میخواد که اون دولت و حاکمیت به اینو تامین کنه. فقط ما یه بخش، ببینید من این چی میگن، خلط مطلبم به وجود نیاد. الان ما بحث اقتصاد بازار آزاد میکنیم، فردا میگن بنزین آزاد میشه. نه، این نمیشه، چون شما بقیه کاراتو انجام ندادی، یکیشو میخوای انجام بدی از 100 تا مورد، هزاران مورد. با اون یه مورد اتفاقا بقیه رو هم خراب میکنی. شما باید همه این ارکان رو با هم اجرا کنی. ما آوردیم عوامل رو دسته‌بندی کردیم، گفتیم این 10 تا عامل 20 تا عامله. حالا من دقیق تر باید بشیم کار پژوهشکده باشه، اندیشکده بشین اینا رو اندازه‌گیری معیار کنه. وقتی که اونجا در واقع تصمیم گیری شد که همه اینا با هم درست شد، مشکل برطرف میشه به نظر من. ولی مشکل بلافاصله همین امروز این تصمیم گرفت فردا، خب نه دیگه، قاعدتا یه پروسه زمانی 3 تا 5 سال نیاز داره که این برطرف بشه. یه بحث فنی که همیشه توی فضای بازار پارچه بوده، تو صنعت پارچه اکثرا یه اختلاف مشترک هست. هر جا یه کار پارچه خراب میشه، یه پارچه ای ایراد داره، به یه مشکلی میخوره، حداقل اونی که تو این 20 خورده ای سالی که من شنیدم همیشه میگن که آقا بفرستیم دانشگاه، بر فرض مثال آزمایشگاه دانشگاه شریف، آزمایشگاه دانشگاه امیرکبیر. 30 سال اینو گفتیم، نه خانی رفته و نه خانی برگشته، نه کسی پارچه‌ای فرستاده برای آزمایش و نه جوابی اومده. این رو چه کنیم که بین فضای بازار ما و این دانشگاه عزیز ما یه پل ارتباطی بشه؟ من امروز پارچه رو فروختم به یه واحد تولیدی، تولید کننده محترم پوشاک. تولید کننده محترم پوشاک این رو تولید کرده، رفته رسیده به بازار هدف و مصرف کننده. حالا اون به مشکل خورده. یه فضایی باشه که اگر امروز این مشتری اومد سلسله مراتب توی دفتر نیکل و آزمایشگاه این دانشگاه اون ارتباط نزدیکه باشه که حامل پیغام باشه، یه پل ارتباطی باشه، سریعا ما یه جواب خیلی مکتوب و درست به این مصرف کننده، به این واحد تولید کننده بدیم که این پارچه ایراد داشته، ایراد نداشته، ایرادش چی بوده. این ببخشید مردم هم اینطوری فکر میکنم که به نیکل خیلی بیشتر اعتماد میکنن، قشنگتر و جذابتر. نه درست میگی، این اتفاقا داره تکرار میشه. یعنی فقط مشکل حالا نیکل و حالا کل مجموعه حالا صنعت به طور خاص صنعت پوشاک هستش. من همیشه به مطالب خیلی ریشه ای نگاه میکنم. ریشه این کجاست؟ من داشتم همین دیروز بود با یکی از دوستان تو دانشگاه امیرکبیر داشتم صحبت میکردم، حرف درستی داشت میزد. بودجه دانشگاه امیرکبیر از دولت میاد، حالا واقعا امیرکبیر اکثر دانشگاه بود. خب ببینید، عدم ارتباط یعنی نیاز در واقع دانشگاه به صنعت نیست، وابستگی به صنعت نداره، یا از طریق دولت یا از طریق شهریه دانشجو. و وقتی که شما نیاز نمی کنی، احساس نیاز نداری به صنعت، چون چه نیازی به وجود مالیه دیگه. من اگر به شما از نظر مالی وابستگی داشته باشم، سعی میکنم شما رو راضی نگه دارم. من نیاز دارم که اون مصرف کننده میاد لباس منو بخره، در نتیجه سعی میکنم مصرف کننده راضی نگه دارم، کیفیتمو درست کنم، اون اصلا دکورمو درست کنم و غیره. وقتی که من نوعی تو دانشگاه نشستم، از نظر مالی وابستگی ندارم به صنعت، در نتیجه احساس نیاز نمیکنم که صنعتگرا راضی کنم. حالا اومد، نتیجه هم دادم، رفت. درست. خب این ریشه. و از اون ور صنعت پوشاک و نساجیمون به دلیل اون مشکلاتی که تو قسمت قبلی داشتیم میگفتیم ضعیف شده از نظر مالی. پول نداره، نمیتونه بیاد پروژه‌ای تعریف کنه که اون نیازه رو برطرف کنه، نیاز مالی دانشگاه رو. بله. اونقدی پول نداره. یه دونه در حد یه آزمایش مثلا
N تومانی میتونه بده، ولی در حد کلانی که اون پروژه‌های عظیم تعریف بشه، بیان راجع به همون هوشمندسازی، راجع به پروژه‌های بزرگ بشینن فکر کنن، نه اتفاق نمیفته. خب الان راه حلش چیه که ما بخوایم عنوان کنیم از این به بعد به خریداران پارچه نیکل، به اونهایی که با نیکل در ارتباطن، بگیم آقا ما هر کس از ما پارچه ای رو خریداری کرد، ما تاییدیه آزمایشگاه فلان دانشگاه رو میدیم، اگر هم به مشکلی خورد از طرف ما شما خودتون مراجعه کنین، اونجا پاسخگوی شما این هستن. دقیقاً جوابش در هم‌تنیدگی مالی این دوتا ارگانه. اگر من دانشگاه وابستگی مالی پیدا کنه به صنعت و صنعت وابستگی تکنولوژی پیدا کنه به دانشگاه، این دوتا در جهت چی پیدا میکنن؟ این همدیگه رو تکمیل کنن. صنعته به خاطر اینکه احساس نیاز نمیکنه که مشتریش میگه من میخوام برای این بازار بزنم، چرا من برم برای این بازار انقدر هزینه کنم؟ این درست. بازار این کشش رو نداره. این بازار کشش این نداره من برم یه پارچه یه لباس های تک تولید کنم یا یه با کیفیت خاص تولید کنم. همین داره زده میشه، فروش هم میره دیگه. صنعت هم احساس نیاز نمیکنه، اونم دانشگاه احساس نیاز نمیکنه. این دلیل اصلیشه. پس ما باید این دوتا رو با هم بحث کنیم از نظر مالی. تا زمانی که بحث نکنیم هیچ اتفاق نمیفته. خب ما از شما میخوایم که واسطه خیر این کار ما بشین، این بحث وصلی مجموعه مالی نیکل رو اونها رو هم برحال حالا با یه تفاهم نامه به هر حال انجام میدیم. بعد این کار، این اتفاق خوب حتما بیفته، یعنی عزیزی که از مجموعه نیکل پارچه ای خریداری میکنه، ببینید تا به امروز توی فضای کسب و کارمون، توی فضای بازار، مشتری ها این اعتماد رو دارن. یعنی مشتری های نیکل به لحاظ گارانتی کار، به لحاظ کیفیت کار، واقعا اعتماد به حالا نیکل یه رو نکته دارن. وجود داره. آیا مشتری شما حاضره؟ مثلا الان شما مثال میزنم متری 50,000 تومان پارچه شما در میاد، بله. حاضره این متری 150,000 تومان هزینه کنه؟ مثال میزنم 3 برابر به اون پارچه. برای همون پارچه. چرا؟ شما 100,000 تومان اضافت چیه؟ اون هزینه تحقیق و توسعه که میخوای به دانشگاه بدی. خب نه، این کار رو نمیتونیم امروز انجام خب بدیم. دیگه همین مشکل ما اینجاست. امروز برای انجام همین که نمیدیم. صنعتگر رو همیشه من انقدر تو این جلسات در واقع نزدیکی دانشگاه و صنعت نشستم دیگه، همه درد و چیزا رو نه. متوجه شدم. ولی مشکل اصلی اینجاست. یک، ما اقتصاد باید قوی شه، اون مصرف کننده حاضر باشه اون پول رو بده. بله. اونورم شما میبینی خب من درآمدم بهتر شده، میام هزینه میکنم تو دانشگاه. حالا یه بحث دیگه هم حالا پیش میاد تو این وسط. حالا من اون بخشی که داشتم صحبت میکنم این بحث کلانی بود درست. که چرا دانشگاه و صنعت ارتباطاتی که به وجود میاد. ولی خب همچنان من حالا این امیدم هست دانشگاه و صنعت و بازار با هم در ارتباط هستن. این ارتباطشون قطع نیست. یعنی شما الان میدونم که پارچه‌تون با کیفیت خوبی که هستش و در واقع میارین، الان دانشگاه بیاریم نمونه‌تون رو آزمایش اتفاق میفته، نتیجهش هم میاد و اون نتیجه بر اساس هست. بر اساس استانداردهایی که توی دانشگاه تعریف شده پارچه شما نشون داده میشه و مثلا گرید A گرفته میشه. درست. این بحث اتفاق میفته. ولی اون بحث کلام من راجع به پروژه‌های بزرگ داشتم صحبت میکردم با اتفاقاتی که همچنان هم داره میفته. خود دانشگاه و صنعت همین الان من و شما نشستیم، خب ارتباطه، این ما توی جامعه منفک از هم دیگه حضور نداریم، با هم در ارتباط هستیم، ارتباط اتفاق میفته. ولی اون بحث ایدئالی که من داشتم، درست. اون بحث ایدئالی، این بحث متفاوتی که امیدوارم در آینده بهش برسیم، درود یعنی بر شما انشاءالله. که این خیلی هم اتفاق عالی. بیفته. خیلی هم. ما چه بکنیم که امروز دانشجوهای نساجی، برای ما یه 2 هفته پیش یه اتفاقی افتاد، به دوستان عرض کردم. ما با یکی از کارخونه‌های چینی در ارتباط بودیم. اونا کارت ما رو کجا تو کدوم نمایشگاه گرفته بودن. یه خانومی از ایران به من زنگ زد، گفت به ما وقت بدیم، ما میایم دفترتون. اومدن با 3 4 تا دختر خانم دیگه، گفتن ما دانشجوهای رشته نساجی دانشگاه امیرکبیریم. اصطلاحاً امروز شدن دفتردار و ویزیت کننده اون کارخونه چینی که تو بازار ایران میرن. من دیدم چه اتفاق خوبی، چه حرکت خوبی. به اینها گفتم و در ذهنم این سوال ایجاد شد که چه کنیم که این دانشجوهای نساجی سال اول دانشگاهشه، سال دوم دانشگاهشه، بر فرض مثال ایشون از شهرستان اومده یا ساکن تهرانه، اگر از شهرستان اومده مثلا ساکن یه پانسیونیه، یه اجاره‌ای هم داره پرداخت میکنه، حالا وسعشو داره نداره. امروز شما به دانشجوی سال اول و دوم بگی بیا مثلا اگر در مجموعه نیکل کار کنی، من یه کاری میکنم که درآمد ماهانت حداقل برسه به این رقم،
اون خیلی پرهیجان و شاداب میاد تو صنعت بیزینس خودش. ما همیشه میگیم که حالا این رو این داشته باشیم، مثلا درس نخون لیسانس ها بیکارن، این میبینه بابا این همچی حرفی هست، من هنوز سال اولمه، استاد این کار نشدم، درآمدم تو صنعت نساجی رسید به ان مبلغ، من اگر استاد این کار بشم چقدر بهتر میشه. و با چجوری میگن، با روحیه بهتر، با تلاش مضاعف راهش رو ادامه میده، هم درسش رو میخونه، هم تحصیلش رو میکنه، و هم در جا وارد فضای کسب و کار میشه که کنار هم تلفیق بسیار خوبی هم برای اونا میشه، هم اتفاق خوبی برای بازار میفته. خب این بازم میشه ایده های مختلفی هستش تو این زمینه چی کارها میشه کرد. حالا برای دانشگاه به طور خاص من داشتم اتفاقا چند وقت پیش یه فیلم هالیوودی نگاه میکردم. ببینید تو دنیا داره اتفاق میفته، حالا فقط تو فیلم هم نبود. چند وقت پیش دانشگاه مثلا دیدم هم امیرکبیر انجام داده بود، هم آزاد تهران شروع. ما میتونیم مثلا یه سمینارهایی یا یه همایشایی بذاریم از صنعتگرا، کسانی که توی صنف مرتبط هستن، حالا ممکنه وارد کننده باشه، حالا صنعتگر باشه، و هر کسی یه استند همین در حد همین میز بذاریم، اون شرکت بیاد راجع به کار خودش توضیح بده، دانشجو هم بیاد، دانشجو ببینه چه نیازهای شغلی داره این صنعت، اون کارخونه، و اون کارخونه هم اون فرد رو داره میبینه، رزومه‌ش رو بگیره، و این یه ارتباط این شکل. توی دبیرستانمون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی الزاما تو دانشگاه نباشه، از ورودی از دبیرستان بگیریم، تشویق کنیم فرد رو بیاد به این سمت. یه کارهای فرهنگی میتونیم انجام بدیم. من داشتم چند وقت پیش یه آماری نگاه میکردم، یه سالی بود ما دانشجو طراحی لباس داشتیم ثبت نام میکردیم، ورودی هر سال به طور مثال 100 نفر بود، یه سال شد 200 نفر. مثلا می‌بینیم چه اتفاق افتاده، این 200 نفر 2 برابر شده بود. حالا به نظر شما چه اتفاق افتاده بود؟ بفرمایید استاد. اون بازه زمانی شبکه‌های ماهواره‌ای یه فیلم ترکی گذاشته بودن، کرکتر اصلی این فیلم یه طراح لباس بود، یه زندگی لوکس داشت، بهترین زندگی داشت، درآمد خوب و خوش ظاهر و خوش تیپ و غیره. این عامل باعث تشویق بقیه شده بود بیان رشته طراحی لباس بخونن. یه بسیار عامل. عالی. بله. یعنی ما میتونیم عامل، حالا مثلا شما توی جامعه ایران فیلمایی که ساخته میشد، طرفو نشون میداد که اون طراح لباس یه دوزنده‌ای که رفته توی پستویی که داره خیاطی میکنه، چشا خب معلومه نمیاد دانشجو اونجا، بله. یا اصلا تقاضا برای اون رشته میاد پایین. تو نساجی هم همین مستثنا نیست. یعنی ما صنعت نساجیمون توی باور عمومی یه جوری کردیم صنعت پول نیست، کار نیست، این صنعت داره ورشکست میشه. خب معلومه ورودی من که از دبیرستان باید باشه، این دبیرستانی بچه دبیرستانی نمیشه. رغبتی نداره رغبت. دیگه. الان آمار دختر به پسر رو نگاه کن تو دانشگاه، آمار دخترها داره بیشتر از پسرها میشه. یعنی اصلا درصد، حالا چرا این اتفاق میفته؟ پسرها تمایلشون برای ادامه تحصیل اومده پایین. چرا؟ چون میگه من میرم بازار کار میکنم، پول بیشتری در میارم تا بیام دانشگاه. ولی قدیم ما برعکس بود، طرفو میدیدیم رفته کار داره، درس خونده، حالا دکترا گرفته یا مهندسیش رو گرفته، وضع زندگیش خوبه. الان من نگاه میکنم تو جامعه، میبینم اونی وضعش خوبه که نیومده درس بخونه، دانشجو نمیاد برای درس خونه، تو اون رشته ثبت نام کنه، میره سمت بازار، میره یه کاری انجام میده که درآمد بیشتری داشته باشه. پس این یه بعد فرهنگی داره که باید باور عمومی تو جامعه زیاد کنی که مثلا رشته نساجی خوبه، میتونی کار کنی، توش قطعا درآمد، رشته خوب و پردرآمد و عالی. و این اتفاق باید بیفته. در کنارش که همون در واقع معرفی کارخونه به دانشجو و دانشجو به کارخونه بی‌نظیر میشه اگه این این کار اتفاق انجام بیفته. بشه، این اتفاق بیفته. این به نظرم کاریه که باید انجام بدیم از دو سو. بسیار هم عالی. استاد خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضور گرمتون، محبت کردین. انشالله که روزهای خوبی خدمت شما داشته باشیم با دانشجوهای عزیز رشته نساجی در خدمت شما. ممنون از دعوتتون، باعث افتخار بود در کنار شما، دوستانی که پشت صحنه هستن و خودم به شخصه نمی‌دونم کار سختیه. ممنون از زحماتی که کشیدن. امیدوارم که این مسائلی که مطرح کردیم روزی برسه که دیگه مشکلات نباشه و مسیر
هموارتر باشه و به اوکی. جای اینکه ما راجع به این مسائل خیلی کلان و کلی صحبت کنیم، راجع به جزئیات بیشتری صحبت کنیم. انشالله. و همیشه من آخرین کلامم یه جمله میگم که اینم تکرار بفرمایید. میکنم: پاینده باشه ایران. مرسی، متشکرم از حضورتون. به امید خدا.